حمله حزب الله به ارتش اسرائیل 2 نفر کشته بر جا گذاشته. چیزی که مشخصه اینه که قرار این جنگ دامنه زیادتری به خودش بگیره. همین چند روز پیش بود که در مراسم تشییع جنازه فؤاد شکر، یکی از رهبران حزب الله، سید حسن نصرالله، اومد گفت تا میتونید بخندید چون قرار به زودی گریه‌های زیادی کنید. حالا همزمان با درگیری‌های داخلی در کشور اسرائیل، حمله حزب الله هم به اسرائیل اتفاق افتاد. البته طبق بیانیه‌های حزب الله این حمله یه حمله روتین و همیشگی روزانه است و اون انتقامی که مد نظر حزب الله هنوز مونده و این فقط یه حمله عادی بوده. در جریان حمله صبح امروز حزب الله به شهر عکا در اسرائیل 2 نفر کشته و چندین نفر هم مجروح شدند که چند نفر حالشون وخیمه. این حمله به یکی از پایگاه‌های اطلاعاتی اسرائیل صورت گرفته و همچنین 1 نفر از فرماندهان اصلی یگان ویژه و نخبه گولانی هم ظاهراً کشته شده. چیزی که مشخصه اینه که این اولین بار نیست که این حمله از سمت حزب الله صورت گرفته و بارها این حمله انجام شده. اما خب یه اتفاق جالب افتاده. طبق اعلام رسانه‌های اسرائیل این حمله اینجوری نبوده که حزب الله مستقیما از اونها تلفات بگیره، بلکه اختلال در عملکرد یکی از سامانه‌های رهگیر موجب انفجار وسط خیابون شده و باعث کشته شدن چند نفر و زخمی شدن تعداد زیادی دیگه شده. البته طبق تصاویر ارسالی هم به نظر میرسه که پهپادها در هر صورت کار خودشون رو انجام میدن و راحت توی آسمون اسرائیل رفت و آمد دارن. روزنامه معارف اومده و مطلبی نوشته در همین مورد، اینکه اوضاع امنیتی اسرائیل به حدی بد شده که پهپادهای حزب الله به راحتی توی آسمون تل‌آویو و حیفا رفت و آمد میکنن و از صهیونیست‌ها تلفات میگیرن و حالا عکا دیگه اصلا نقطه امنی نیست. مناطق شمالی اسرائیل چند وقتی است که به دلیل نزدیک بودن به مرز با لبنان مورد حملات حزب الله واقع میشن. از اون طرف هم آسمان لبنان کلا در اختیار جنگنده‌های اسرائیلیه. اما با همه این وجود باز هم حزب الله با حملات گاه و ناگاه خودش از صهیونیست‌ها داره تلفات میگیره. همه اینها در حالیه که از اون طرف نتانیاهو دائما در حال تهدید ایرانه. وقتی اسرائیل توانایی حفاظت از خودش در مقابل پهپادهای دست چندم حزب الله که یک گروه کوچک شبه نظامی هست رو نداره، آیا به نظرتون میتونه که در مقابل موشک‌های ایران با سر جنگی 2 تنی از خودش مراقبت کنه یا خیر؟ هرچند بحث پدافندی و نیروی هوایی قدرتمند یکی از نقاط قوت اسرائیل، اما اینو هم باید در نظر گرفت که اسرائیل از باقی کشورهای همپیمان خودش درخواست کمک کرده تا شاید بتونن به کمکش بیان. اما باید ببینیم که آیا این اتفاق رخ میده یا نه.